ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتاری چهارم را از سلسله خوانشی بدیعی از روی نویسنده اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. در سراسر میدان خاموشی حکمران شد. دیگر موشک سر نمی دادند. پیر و جوان همه تن گوش شدند. حافظ با دایره دست از در خیمه خواجه کمال برآمد. خیمه در شفت منزل بزرگان شهر در بلندی واقع بود. مردمی اینجا دیدند که نصرالدین تنبوری در بر لباسی بخملین سبز زردوزی و دایره کمزولی دوخابه سرخ گلدوزی دارد. هنرپیشگان با پاغنده های زینه پایین فرآمدند و سرود آغاز نمودند. میدان چنان آرام بود که ساز و تنبور و دایره و آواز حافظ در هر کنج و کنار به گوش می رسید. گر مرا از نظر انداختی آن هم نظری است، هر جفایی که رسید به زی وفای دیگری است. نصرالدین در میدان دور زد و باز به پایان خیمه خواجه آمد و سرود را با بیتی وصف او می طلبی مختصر این است کمال، کان تمنا نه به اندازه هر مختصری است انجام داد. در بین ازدحام شور و غوغا برخیست. همگان طلب می کردند که شاعر به نزد مردم برآید و شعر بخواند. کمال از خیمه بیرون آمد. دو دست سری سینه نهاده به مردم سری تعظیم فرود آورد و گفت: مردم صاحب حرمت، دوستداران اهل ادب، من با جان و دل به شما شعر می گویم. صد افسوس که آوازی بلند و گذرا ندارم. اگر رخصت دهید دوستی من، نه خودتان بخوانید، ما شما را شنیدنی. گویان ازدحام از میدان گذشته به پایان خیمه خواجه کمال آمد. جوانان سری راه از آتش کله کنجاره مشعل گرانده پیشا پیش می دویدند. میدانچه نزد خیمه شاعر چراغستان شده بود. چون هواداران شعر کمال جا به جا شدند، میدان دوباره خاموش گشت. خواجه کمال با طبع بالیده این شعر را قرائت کرد: گر مرا سر برود از غم جانان غم نیست، عاشقی شیفته دل را خبر از عالم نیست. عهد بستی که دیگر از تو نبردارم دل، ترسم آن است که پیمان بتان محکم نیست. دارم از دست تو بسیار شکایت، لیکن به کی گویم که در این حال کسی محرم نیست. جز به میل تو ندارد دل مسکین ذوقی، بلبلی سوخته را باغ و گلستان کم نیست. بر گدایان نظری دارند شاهان جهان، لله الحمد تو را قاعده آن هم نیست. لب لعلی تو که جامی است پر از آب حیات، چی توان کرد که با ما نفس همدم نیست. رو غنیمت شمر امروز کمال این دم را، زانکه اندر دو جهان خوشتر از این یک دم نیست. صداهای احسن و آفرین در ایدجا غلغله افکن شد. مردم اشتیاقمند باز هم شنیدن اشعار دلاشوب شاعر بودند. نصرالدین تنبوری فریاد کرد و بر غزل خواجه سرود شوق‌آوری بخواند. از بلندی از پهلوی کمال به پایین فرآمد، به مثل اوله میدان را دور زد
و مردم پراکنده شدند. هفته دوم عید نوروز در دامنه کوه در چشمه ارزنه ادامه یافت. مردم هفته سیوم نوروز را در صحرای کنار شیرینسای گذراندند. روز 21 عید به پایان رسید. دهقانان به سر زمین جفت گاو برآوردند. 2 روز آخر هفته روزهای مخصوص زنان و دختران بود. آنها به سیر لاله می برآمدند. در دامنه دشت خیمه یا پرده کشیده از چشم مردان پناه می ساختند و بزم می آراستند. خواجه کمال و محمد اسب سوار از صحرا برمی گشتند که در دیه قوش انار چشمشان به بزم دختران افتاد. خویش و تبار ما همه در همین جا، گفت خواجه. 2 دختری خاله ام و کیلین عمه ام همه اشان به سیر لاله آمده اند. جوان زنان و دخترها بر روی سبزه دوره گرفته سرود می خواندند. همه در بر سر و لباس عیدانه داشتند و چهره اشان شکوفان بود. به نظر چنین می رسید که تمام رنگ های عالم اینجا جمع آمده اند و در دری دامن این زیبا صنمان جولان می زنند. به آهنگ ساز و ضرب دایره سرود شوخ صدا می داد. دختران می رقصیدند. دامن کوه لاله دمید، سیر گلی لاله رسید. دلبر و یاری جان شود هر کی به ما لاله بیچید. بیا به ما لاله بیچین، به شادی ها لاله بیچین. به کوه برا لاله بیچین، سرود سرا لاله بیچین. آهنگ سرود دیگر شد. دختره که رباب در دست حافظی می کرد. دیگران به ساز او پیروی نموده کفکوبی می کردند. حافظ می خواند: هر دمی با دیگران ناز مکن، چشم بر روی کسان باز مکن. نوبت رقص به دختری رسید که در تن کرته شاهی حریری گلی شفتالو، در سر چنبری گل داشت. هنگام دور زدن پیراهن به تن پیچیده سروی گل پوش را می ماند. از قفا مادری کمال آمد که جوانان او را ندیدند و سرگرم تماشای جلوگاهی رقص و بازی ها بودند. استاد بنگرید، رقاصه چشم به شما افکند. دیدم محمد، دیدم. شاعر گویا بال و پر برآورد. چهره اش از غایت شوق و شادی گل گل شکفت. سرود با بیتی گفته خاک رهی ماست کمال، خاک را این همه اعزاز مکن به پایان رسید. رقاصه نظر به سوی دیوار انداخت و از آن جانب تا دیرگاه دیده نکند. کمال قامتش را بالا گرفته قریب بود فریاد زند. دختر گریخته رفت. او گریخت، خواجه گریخت. کرا گریزاندی پسرم؟ بخواست پرسید مادر. السلام علیکم مادر، برابر صدا دادند کمال و محمد. و علیکم السلام. با دختران دید و بازدید می کنید یا دیده را آب می دهید؟ در پس دیوار خنده و کفکوبی ها، شوخی و بازی های دختران در اوج بود. مادر جان، کمال به هیجان آمده سر به آغوش مادر نهاد. به شما وعده داده بودم که او را می یابم. کرا پسرم؟ همان زیبا صنم را که محمد پری آبی نامیده بود. این چنبری لالگل را
برای وی آراسته بوده اید مگر؟ به سری قاش زین اسب اشاره نمود مادر. برای او، برای عروسی بخت من. مادر نگاه کنید، همان دختری آهو چشم که در نزد دایره دست می ایستد کی باشد؟ من وی را نمی شناسم، بار اول می بینم. مادر زیر لب خندید، اما از چهره خندانش معلوم بود که دل او فرح آباد شد. خیر مادر، دختری کی باشد؟ با بیقراری پرسید کمال. دختری پدر و مادرش. ما با پدرش آشنا، وی آسیابان. محمد وقتی شوخی نیست. به دلت آتش افتاد مگر پسرم؟ رقصش را پسندیدم. خودش را چی؟ خودش کی هاست به خانه دل من جای گرفته است. مادر جان، همین چنبر را به وی برده دهید. از قاش زین لاله چنبر را گرفته به دست مادر داد. از نام کی گویم؟ از نام من. گویید که از نام کمال عاشق. اگر گوید که شیرش کجاست چی جواب دهم؟ شیرش تیار. محمد بنویسید. قدم زده بدیهتاً